اینم نمیتونید. بعد با گشت سارالله شروع کردین، گشت نمیدونم چی گشت چی، الانم دوباره همون مسیر. مثل که پارسال بود مملکت رو هوا بود، چندین روز تو آتیش بود سر برخورد غلط نیروهای شما، سر اینکه ضابطت آموزش دیده نیست، سر اینکه برخورد اشتباه داره میکنه، سر اینکه شما ضرورت زمان تو تشخیص نمیدید، سر اینکه هر چی میخوای فقط با زور بکنید تو مخ ملت. شما دخترها خودتون رو نمیتونید جمع کنید، عروسا خودتون رو نمیتونید جمع کنید، آقازاده‌های خودتون تو اروپا آمریکا دارن اشغال میکنن، اونا رو نمیتونید جمع کنید. زورتون به بچه ملت رسیده، به اینام نمیرسه زورتون. بابا شکست میخورید، 1000 بار خوردید بازم میخورید. چرا یه کار غلط رو 1000 بار میکنید؟ حبس دعا اینه، میگه تو اصلا فکر نداری این بلایی که سرت اومده به خاطر کاری بوده که کردی، تو میخوای بلا دفع بشه که به اون کار ادامه بدی. خب نکن. چرا فکر میکنید از بیرون میتونید کسی رو مدیریت بکنید؟ شما میاد به ما پوز میدید آقا حزب الله لبنان بچه‌هاشون متدینن چیان. آقا تو لبنان مگه جلو ماهواره رو گرفتن؟ مگه اینترنت فیلتره؟ چجوریه که اونجا بچه شیعه میتونه زندگی بکنه، تو تشیع باشه، اهل مقاومت هم باشه، حزب اللهی هم باشه، تفکراتی هم که شما دوست داری داشته باشه؟ چجوریه میشه اینجا نمیشه؟ بعد همتون هم میرید خارج کشور که ماشاءالله تو ورزشگاه فیلماتون میاد بیرون و تو سینما و در حال گل و گشت و تو بازار خرید و اونجا میرید یه جوریتون نمیشه زنای بی حجاب میبینید؟ تو باشگاه مختلف دختر و پسر دارن ورزش میکنن، ناراحت نمیشید؟ اینجا زنا نمیذارید بره ورزشگاه؟ فکر نمیکنید بیمارید؟ به خدا بیمارید، به ضرر خودتون. کارتون غلطه، راه غلطه. اصلا اینجوری کسی چیزی تو مخش نمیره. مگه با زور میتونی چیزی به کسی بفهمونی؟ خب این همه دختر بازداشت کردی، دخترای خیابون انقلاب، احکام 15 سال 20 سال دادی، تاثیر کرد؟ الان ریختید دیشب خونه دختر بچه مثلا بی حجابی کرده، 10 نفر ریختید بازداشت کرد. آخه این راهشه؟ دختر رو بازداشت میکنن سر حجاب، بعد دختر بچه میکنن زندان. زندان جا دختر بچه است؟ جا پسر بچه است؟ خودتون نمیدونید تو زندان چه خبره؟ خب چرا یه نسخه غلط رو 1000 بار تکرار میکنید؟ تشه کاری بلد نیستید؟ آقا ما بلد نیستیم، آقا ما زورمون نمیرسه، ما طرح نداریم، هیچ چی، خداحافظ شما.